متوجه شدم یه حجم زیادی از کامنت های من راجع به هویت جنسیمه و اینکه پریا ترنس شده یا داره میشه یا دخترشون فرستادن پسر گرفتن. یه چیزی با مزه بعضی وقتا. و من آخر ویدیو حتما جواب سوالتون رو میدم، چون به نظر میاد واقعا براتون سواله، حالا به دلیلی. ولی قبلش بریم یکم راجع به مسئله با هم حرف بزنیم. اینم بگم که من واقعا فازم این نیستش که من از شما بیشتر میدونم و بیاین بشینین من بهتون یاد بدم. نه، واقعا من خیلی چیزا رو خودم نمیدونم، ولی حالا این یه مورد از قضا یه چیزیه که یکم راجبش میدونم. از یه سنی به بعد قضیه یه عالمه ریشه پیدا میکنه. یعنی ما بروز جنسی داریم، ما هویت جنسی داریم و ما گرایش جنسی داریم و ما جنسیت داریم. تمام این 4 تا موردی که من گفتم میتونن از هم جدا باشن. جنسیت اینه که حالا من زنم یا مردم. بروز جنسی یعنی من چجوری خودم رو پرزنت میکنم. یعنی مثلا من پریا دوست دارم مومو بتراشونم یا با مثلا ظاهر مردونه تری راحتم برای خودم. ولی جالبه که بدونین که بروز جنسی واقعا لزوما هیچ ربطی به جنسیت نداره. یعنی اینکه من دوست دارم موی سرم رو بتراشونم ربطی به این نداره که من زن نیستم. خب حالا الان بریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی گرایش جنسیه. باز اینکه من زنم یا مردم ربطی نداره به این که من از زن خوشم میاد یا از مرد خوشم میاد. یعنی من میتونم زن باشم یا مرد باشم و میتونم از زن خوشم بیاد یا از مرد خوشم بیاد و این 2 تا مورد هیچ ربطی به هم بازم نداره. میشه مورد سوم که هویت جنسیه. مازیار بابا و مورد آخری که میخوام بهتون بگم، حالا یه سریه که نمیدونن ولی این یکم کامنت ها به نظرم بامزه شد و فکر کردم ازش ویدیو درست کنم. ولی جمله آخر این سمت کسایی که به من میگن ترنس که به من بر بخوره، ببین یه چیز دیگه بگو، اون به من بر نمیخوره. خب کسی که جلوی کل دنیا وایسته برای اینکه خود واقعیشو بسازه به نظر من آدم بسیار محترمیه و اگر که من نباشم دلیلش این نیستش که برای من چیز مسخره‌ای باشه. من والده به خدا اصلا اونقدری شما خودتون ناراحت می‌کنید، من از هیچ که خوشم نمیاد. راحت بخوابیم.